خبرها از سرحد. ادامه مناقشه مسلحانه در مرز با قرقیزستان. باز یک سرباز تاجیک کشته شد. بر اثر تیرپرانی که صبح امروز 16 سپتامبر در چند موضع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان آغاز گردید، یک سرباز تاجیک کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. ساکنان جماعت واروخ شهر اسفره به ازیا پلوس گفتند میان اهالی آسایشته نیز جراحت برداشتگان هستند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبر داد صبح امروز نظامیان قرقیز با استفاده از سلاح‌های وزنین دهه‌های اهالی نشین خواجه علا، قمزار، سرخ، سامانیان، کلکند شهر اسفره، خستیورز و آوچ قلچه باباجان غفورов را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. ساکنان جماعت چارکوی تاجیکستان به ازیا پلوس گفتند جانب قرقیزستان تیرباران کردن محله‌های اهالی نشین این جماعت را ادامه می‌دهد. خانه‌ها ویران شده، در بین اهالی آسایشته قربانیان نیز هستند. به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، سربازان قرقیز به خانه ساکنان آسایشته در محله‌های باغستان و لکان اسفره حمله کرده آنها را آتش زدند. به حالت ساعت 10-16 سپتامبر سال 2022 در تمام سمت‌های سرحد دولتی تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه‌های مسلحانه ادامه داشته، قواهای نظامی قرقیزستان از تمام نمود سلاح‌های وزنین و آتشفشانی دهه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان، انشاءات ملکی و خانه‌های استقامت کنندگان را تحت گلوله‌اندازی و تیراندازی قرار داده است. رسانه‌های قرقیزستان از آغاز مذاکرات راهبران کمیته دولتی امنیت ملی دو کشور درباره مرز می‌نویسند، اما گفتن نشده است که مذاکرات سید مومن یتیمov و قمچیبک تاشیف در کجا صورت می‌گیرد. پیگیر خبرهای نو باشید.